یک علم فقه داریم عرض کردن که هو العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. ادلتها التفصیلیه. مثلا یک منظوره دیگه میفرمایید اینا؟ حالا خیلی تعریف عربیش مهم نیست، اینو میخوام عرض بکنم. ببینید یک علم فقه داریم، این علم به معنای علم به احکام شرعی فرعی است. ادله تفصیلی دقت میکنید. پس علم به احکام شرعی فرعی. حالا آیون گفتن این که فرعی رو آورده به این علتی که میخواد اصول عقاید رو مثلا از دائره تصدی علم فقه خارج بکنه. علم به احکام شرعی اونم فرعی. اصول عقاید خب متصدی علم کلام. حالا پس ببینید ما یک علم فقه داریم، اون علم به احکام شرعی فرعی. یعنی بخوایم حکم شرعی رو ببینیم چیه، باید از ادله حکم شرعی رو بخوایم بهش علم پیدا بکنیم بریم سراغ ادله که ادله عمده فقه، ادله احکام، منابع اربعه دیگه، ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. از دل اینها حکم شرعی بخوایم بیاریم میشه علم فقه. خب آقا در آنکه ما حکم شرعی بیرون بکشیم از دل این دریا، غواص هم که بخواد بره ته دریا نیاز به یک سری ابزار و آلات داره دیگه. اون ابزار و آلات اونا همون قواعد و ضوابطی هستند که در علم اصول شما میخونید برای کشف حکم شرعی به کارتون میان. عرض کردید. پس ما یک علم فقه داریم، این علم فقه مقدمش علم فقه چی شد؟ علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی، یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. شما علم پیدا بکنید به احکام شرعی. خب اگر این شد تعریف علم فقه، شما برای رسیدن به این احکام شرعی اونم رفت از کجا؟ از ادله تفصیلی، یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. نیاز به چی داری آقا جان؟ نیاز به یک سری مقدمات داری. یکی از اون مقدمات مهم برای دیدن به حکم شرعی علم اصول فقه. چرا؟ چون علم اصول فقه به شما یک قواعد و ضوابط کلی رو یاد میده که شما به وسیله اون قواعد و ضوابط بتونی از دل این منابع فقه حکم شرعی بیرون بکشی. پس ببینید عرض کردم معذرتون. بقیه اصلا دنبال چیه؟ بقیه دنبال اینه که حکم شرعی برای مقلدین خودش درست بکنه، حکم شرعی رو استخراج و استنباط بکنه و بهشون بگه. خب اگه بخواد حکم شرعی رو استخراج و استنباط از بفرمایید ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل بهش برسه، این نیاز به یک سری علوم مقدماتی داره. مثلا ادبیات عرب بدونه، منطق بدونه. دقت میکنید آقا رو بالاخره بلد باشه، صرف، نحو، معانی، بیان. دقت میکنید خصوصا علم اصول. چرا؟ چون عرض کردم اون مثال من تو ذهنتون باشه. این غواص میخواد بره کف اقیانوس، کف دریا، مروارید مثلا جمع بکنه. با چی میره کف دریا مروارید بکشه بیاره بالا؟
همه آلات داره، دقت میکنید، اکسیژنی داره، یه لباس قواسی داره. اینم همینطوره. این علم اصول فقه هم همینطوره. یعنی اون قواعد و ابزار رو به شما یاد میده که با استفاده از اون قواعد و ابزار و بفرمایید آلات بتونی حکم شرعی استخراج بکنی. کی؟ فقیه. حالا بعد عرض میکنیم که شما چرا میخونید در حقوق، بعدم چرا اینقدر روش خلاصه زوم هستن که اصول حتما خونده بشه، فقه حتما خونده بشه، ولو پیش نیاز ارائه بشه. چراییشو بعداً عرض میکنیم که چرا اینقدر در حقوق و بحث‌های قضاوت و اینها مهمه. ولی فعلا داریم اصل اصول رو میگیم که مورد نیاز فقیه، تا بعد برسیم مورد نیاز حقوقدان هم هست یا نه. دقت می‌فرمایید؟ بهتر شد صدا یا نه؟ اگه دیگه خوب نمیشه باید بگم این آقای چیز بیاد، لطیفی دیگه. صدا خوبه. خوبه؟ بله خوبه. استاد ببخشید صداتون خوبه، یه ذره به خاطر حساسیت میکروفون هستش، پیوسته تر حرف بزنید فکر کنم مشکل حل بشه. میخواد اصلا میکروفون رو بردارم. صدا میاد. جواب ندادید. استاد یک بارم میکروفون رو بردارید ببینیم اون چه جوریه. شرمنده. اینم میکروفون رو بردارید. بهتره؟ اوه نه استاد اینطوری که بدتر شد یا علی. هم با میکروفون بهتر روشن کنم استاد. خب ادامه بدیم. استاد ببخشید این بله. منظورشون از حساسیت میکروفون داخل خود سامانه است. اینجوری پیوسته تر صحبت کنید این هی قطع و وصل نمیشه، چون حساسیت داره به خود صدا که قطع میشه خودش خود به خود قطع میشه. حالا استاد همین رو عرض کردم خدمتتون. زنده باشه استاد. یه ذره ریتم صحبت کردن یه ذره تند کنید. دیگه ما سالهاست اینطوری صحبت میکنیم. ما جسارت نمی کنیم چون این سامانه اینطوریه. ترک عادت موجب مرض است آخه. خدا نکنه استاد این حرفا چیه؟ اینو چی کاره؟ خدا نکنه استاد. ما سالها اینطوری آخه صحبت میکنیم. خب ایرادی نداره. خب من میکروفونم روشنه، دائما روشنه. از این میکروفون یقه‌ای هست. بس کردم به یقم، آقایون گفتن بهتره، برداشتم از یقم گذاشتم اون و گفتن نه بد شد. خب الان صدا خوب است. عرض کردم که پس یک سری علوم دمن برای علم فقه. از جمله اون علوم مقدماتی مثلا رابطه، ببین رابطه اینو میخوام عرض کنم، رابطه علم اصول با علم فقه مثل رابطه منطق است با فلسفه. تو منطق مقدم است برای فلسفه، این برم همینطوره. علم اصول رابطه علت و معلول داره یا نه؟ مقدمه همین که عرض میکنم. رابطه بین علم اصول و علم فقه هم رابطه مقدمه و نتیجه است. دقت میکنید؟ این مقدمه است برای که اون نتیجه به دست بیاد. خب حالا با توجه به این که عرض کردیم، دقت میکنید؟ علم فقه شد علم به احکام شرعی فرعی، اونم از ادله تفصیلی، یعنی کتاب، سنت، اجماع. بودیم نیاز به یک سری مقدمات داره. ادبیات عرب
اصول خب تو اصول چی قراره به شما یاد بده؟ گفتیم اون ابزار و آلات رو. شما میخواد بری سراغ کشف حکم شرعی، از اون ابزار و آلات بتونی استفاده بکنی. وقت اینو عرض بکنم، ما دیرتر فقهای امامیه رو عرض میکنم ها، اهل سنت داریم تو کلاس یا نه؟ اهل سنت داریم آقا تو کلاس؟ صدا منو دارید اصلا یا نه؟ اهل سنت در کلاس داریم یا نه؟ نداریم. خب الحمدلله نداریم. گفتم این اون وقتش هم عرض میکنم، گفتم شیعه فقهای امامیه به این ابزار و آلاتی که متصدی بیانش و تعلیمش علم اصوله دیرتر احتیاج پیدا کرد. اهل سنت زودتر به علم اصول احتیاج پیدا کردن. چرا؟ چون اونا رابطهشون با وحی قطع شد. 23 سال پیغمبر در اختیارشون بود، نهایتا پیغمبر چقدر از احکام رو مگه بیان کرده؟ عمده احکام از صادقین به ما رسیده دیگه، از امام باقر و امام صادق. یاد می‌کنید عمده احکام رو این دو بزرگوار بیان کردن. عمده روایات فقهی از این دو بزرگوار دیگه. یاد می‌کنید اون وقت اهل سنت زودتر احتیاج پیدا کردن. دلیلش اینه، زودتر رفتن سراغ بعضی مباحث اصولی مثل اجماع و فرمایید اجتهاد و اینها، چون 23 سال پیغمبر در اختیارشون. قائل به بفرمایید امام ائمه اثنا عشر مثل ما که نیستن که احکام بخوان از اونها اخذ بکنن. از فرمودید خب پس اونا زودتر خیلی مباحث اصولی براشون احتیاج بهشون پیدا کردن و اینها. عرض می‌کردم که البته اون وقت اینم داخل پرانتز عرض میکنم، بین اون اجماعی که اهل سنت قائل بهشن و ما قائل بهشیم تفاوته، چون اونا اجماع رو به موقع و اجماع قبول دارن، چون یکی از مباحث اصول بحث اجماع یکی از مباحث. اونجا اونا اجماع به موقع و اجماع قبول دارن، ما اجماع رو در صورت کشف قول معصوم قبول داریم. حالا اینو بحث‌های بعدیه که بمانه، اما از این پرانتز بیام بیرون. عرض کردیم که پس آقا علم فقه یک مقدمه ای داره، مقدماتی بفرمایید داره. یکی از اون مقدماتش علم اصول فقه. علم اصول فقه قرار به ما چی بده؟ اون ضوابط، اون قواعد، اون روش‌ها، اون آلات، اون ابزار، اینا رو قرار یاد بده که استنباط حکم شرعی من فقیه، من مجتهد، از منابع فقه، ادله اربعه فقه میخوام حکم شرعی استخراج بکنم، نیاز دارم به این قواعد، به این ضوابط. یاد فرمودید دیگه، در تعریف علم اصول میگن العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، یا العلم بالقواعد الممهده فی طریق استنباط الحکم الشرعی. دقت کنید، علم به اون قواعدی که آماده شده، اون قواعد برای چی؟ اون قواعد آماده شده برای استخراج حکم شرعی، برای استنباط حکم شرعی. تو راه استنباط حکم شرعی اون قواعد و ضوابط به کار میان. دقت میکنید؟ تعریف مشهور اصولیین از علم اصول همینه، العلم
بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. علم به قواعد ممهده یعنی چی؟ یعنی آماده شده. علم به قواعدی که آماده شده برای استنباط الحکم شرعی، برای استنباط حکم شرعی. خب نه آماده شده، ممهده اسم مفعوله. علم به قواعد آماده شده برای استنباط حکم شرعی. دقت میکنید؟ برای استنباط حکم. اون وقت این تعریف مشهور اصولیین از علم اصوله. مثلا یه مثال بزنم آقایون، آیه شریفه آیه 86 سوره نساء میگه و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. خب اگه کسی به شما تحیت و سلام کرد، شما خواستید جواب سلام بدید، یا مساویش یا بهترش. دقت میکنید؟ فحیوا باحسن منها او ردوها. خب فحیوا از کجا آقایون در آوردن که ببخشید عذرخواهی میکنم، این مقدار سرما خوردم. البته کرونا نیست ولی سرما خوردگیه. خب آیون فقها از کجا در میارند که جواب سلام واجبه؟ از کجا در میاد که جواب سلام واجبه؟ از همین آیه شریفه. یه جوری ببینید یه قاعده در علم اصول به شما یاد میده. یا صیغه امر ظهور در وجوب داره، نه قیاس اولویت دستش. یکی از قواعدی که علم اصول متصدی بیانشه و شما میبینید در مباحث یکی از مباحث عمده‌ای که مطرح بحث اوامره، بحث امر اونجا بحث میکنن. اون وقت میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره. میفرمایید این یک قاعده اصولی است به شما یاد میده که چی؟ که صیغه امر ظهور در وجوب داره. خب اون وقت شما این آیه جلو چشتونه، شما یه فقیه از آقا جان جایی در قرآن ننوشته جواب سلام واجبه که اینجا شما پیدا نمی‌کنید نوشته باشه جواب سلام بفرمایید واجبه. از کجا آیون حکم شرعی میدن جواب سلام واجبه؟ از این که عرض میکنن یه قیاس شکل اول درست میکنن. اون قیاس شکل اول اینه که صغرا فحیو آیه خوندم برای ایتون به تحییت فحیو فلامر احسن منها او ردوها. فحیو صیغه امر کبرا صیغه ظهور در وجوب داره. این کبرها رو شما در علم اصول یاد میگید. این کبرها رو شما در علم اصول یاد میگید. حالا اونم بعداً عرض میکنیم، اونم نه هر مضارعی. فعل مضارع در مقام انشاء، فعل
بهش میگن جمله خبریه در مقام انشاء. اون صیغه امره. بله بعد منتها عرض میکنیم الان فعلا بحثمون اون نیست، انشالله طلبتون در اوامر. پس ببینید عرض کردم گفتم یه صغرا کبرا نتیجه میچینیم. صغرا صیغه امر ظهور در فهمودید؟ صیغه امر ظهور در وجود داره. شما این کبرای کلی رو در علم اصول یاد گرفتید. فهمودید؟ این کبرای کلی رو شما در اصول یاد گرفتید. صیغه امر ظهور در وجود داره. این یه قاعده کلیه، خیلی جا به کار میاد. الان مثال میزنم، اگه رفقا یه ذره تأمل کنن تمام این جوابای سوالاشون یکی یکی به دست میاد. یه ذره تحمل میخواد. ببینید پس ما یه قیاس درست کردیم. چه قیاسی؟ فحیو صیغه امر کبرا، این صغراش کبرا. گفتم کبراها رو، کبراها قاعده های کلیه که علم اصول متصدی تعلیمشه. کبرا صیغه هم ظهور در وجود داره. نتیجه تحیو ظهور در وجود داره. ظهور در وجود داره. کبرا چی شد؟ یه لحظه صداتون قطع شد. صغرا فحیو صیغه امره، کبرا صیغه امر ظهور در وجود داره، پس فحیو ظهور در وجود داره. فهمودی؟ از این صغرا و کبرا و نتیجه که کبرای کلی قاعده ضابطه اونو در علم اصول میخونید. منتها باز آقا سوال کرده که بله همینطوره، ما نمیگیم صیغه امر، ما نمیگیم صیغه امر نص در وجوبه. چی گفتم؟ گفتم صیغه امر در وجود داره، ظهور در وجود داره. ظهور یعنی متبادر به ذهن، ظاهر یعنی متبادر به ذهن، یعنی زودترین معنایی که به ذهن سبقت میگیره که میشه معنای ظاهری. پس معنای خلاف ظاهر صیغه امر چیه؟ برای استحباب خیلی ظاهره، نیاز به قرینه داره. دقت اگر ما بودیم و صیغه امری و قرینه نداشت، اون صیغه امر ظهور در وجود داره. این گفتم ظهور در وجود داره. تو خودم به این واقفم که بله از صیغه امر برای استحباب هم استفاده میشه، ولی اون به کمک قرینه است. راحت فهمودی؟ خب حالا چی میخوام عرض بکنیم؟ تازه باز فقیه اینا بحثای دیگه است. امر بعد از منع و اینا آنمون نیست، اینا بحثای بعد. اون وقت اینو داشتم عرض میکردم، گفت آقا دقت میکنید جای دیگه نرید، فعلا ذهنتون رو منصرف بکنید به همین مواضعی که دارم عرض میکنم. دارم فعلا تعریف مشهور رو میگم، میخوام اشکال بکنم به این تعریف مشهور به علم اصول. اشکالات شهید صدر اون وقت جا بیفته، اول فعلا اصلش جا بیفته تا بعد بریم سراغ دقت فرمودید. خب پس نتیجه قیاس شکل اول ما چی شد؟ فحیو ظهور در وجود داره. باز فقیه با این قیاس حکم شرعی بفرمایید استخراج نمیتونه بکنه ها، چون ظهور در وجود داره. از کجا میگی این ظهور؟
میتونی بهش تمسک بکنی بگی واجبه. آها، قیاس اول یه نتیجه داشت. نتیجه چی بود؟ فحیو ظهور در وجود داره. نتیجه این قیاس اول میاد میشه صغرای قیاس دو. دوباره گفتم کبراها رو علم اصول میخونیم. کبراهای کلی هن که مال یه جا نیستن، در تمام جا به کار میان. اون کبراها متصدیشون علم اصول هست. چی عرض کردم خب حالا چی میخوام بگیم؟ نتیجه قیاس اول چی بود؟ فحیو ظهور رو در وجود داره. این میشه صغرای قیاس دوم. پس صغرا فحیو ظهور در وجود دارد. کبرا از ظواهر حجتون به اصولیه. ظهور حجت است. در اصول خوندید بحث ظواهر رو. ظهور حجته، ظواهر حجتن. این میشه کبرای کلی. نتیجه چی میشه؟ ظهور حیو در وجوب حجت است. تمام شد. یه حکم شرعی استخراج شد. وجوب رد سلام بود. جواب سلام دقت کردید؟ باز عیناً این دوتا حکم شرعی ببین میگم برای این میگم کبرای کلی ان مال یه مورد نیستن، در خیلی جا به کار میان. کجا؟ آیه شریفه میگه ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. زن و مرد زناکار رو که میخوان سنگسار بکنن، آیه شریفه میگه چی؟ میگه ولی یشهد عذابهما، این زانی و زانیه رو بیان عذابشون رو کی ببینه؟ طائفتون من المؤمنین، اینا ببینن، شاهد باشن. دقت میکنی؟ بعضی مردم رو خبر بکنن بیان موقع رجم. همون روایت داره امیرالمومنین میخواستن برن برای رجم یه خانومی که اومده پیشش اقرار به زنا کرده بود، صدا زد یا مسلمین. دقت میکنی؟ ما داریم میریم بیرون شهر مثلا میخوایم رجم بکنیم، هر کی میخواد بیاد بیاد. فهمونی؟ در روایت دیگری داره که خیلی روایت قشنگیه، جالبیه. داریم که در شرح الامم آقایون حتما خوندن کتاب الحدود، اگر کسی حد به گردنشه نباید اقامه حد بر دیگری بکنه. اگر کسی یه حدی داره به گردنش نمیتونه بره به دیگری سنگسار رجمش بکنه. امیرالمومنین صدا زد که بیاین میخوام بریم رجم بکنیم و اینها. از همه مردم در مدینه بعد بود اگه کسی حد به گردنشه نمیتونه بیاد حد اقامه بکنه. روایت داره که وانصرف الناس خلا امیر المؤمنین و الحسن و الحسین، همه رفتن، فقط امام حسن و امام حسین و خود امیرالمؤمنین موندن. یعنی همه بفرمایید خودشون خطاکار بودن. حالا اینو میخوام عرض بکنم، اینا داخل پرانتز برگردم سر بحثم. آقا ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، بعد عذاب زانی و زانیه رو بعضی از مردم بفرمایید طائفه ای از مردم ببینن، شاهد باشن. دقت میفرمایید؟ خب از کجا شهید ثانی؟ مراجعه کنید شرح الامه ببینید. میگه قبل به این که بگیم واجب است یک سری مردم حضور داشته باشن موقع رجم، از کجا شهید ثانی به عنوان یه فقیه حکم به وجوب حضور بعضی از طائفه مؤمنین، بعضی از مؤمنین موقع رجم؟ از کجا؟ از همین که عرض کردیم. باز
قیاس صغرا کبرا نتیجه. دو تا قیاس رو میچینه کنار هم، همین که عرض کردیم. عیناً عین فعیو چی؟ آقا ولی یشهد فعل امر، این صغرا ولی یشهد، دقت میکنید لیشهد دیگه لامش صیغه امر دیگه. 6 تا قائب رو بخوان بفرمایید امر بکنن چجور امر میکنن؟ یه لام میارن جلوش. این لیشهد بله امر قائبه. خب این بفرمایید صیغه امر صغرا. کبراهای کلی رو گفتم کجا میخونید؟ اصول، قاعده ها رو اصول. قاعده کلی کبرا از بلیش امر کبراش فعل هم ظهور در وجود داره نتیجه، ولی یشهد ظهور در وجود داره، فرمودید؟ دوباره نتیجه قیاس اول میشه صغرای قیاس دوم. خب چجور میشه؟ ولی یشهد ظهور در وجود دارد. کبرا ظواهر حجتن، یعنی ظاهر رو اخذ کن، نگو ممکنه استحباب مراد باشه، اصل با ظاهره. نقد میکنه اصالت ظهور، ظاهر حجته. این کبرای کلی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ظهور ولی یشهد در وجوب حجته. بنابراین حکم شرعی استخراج. مثال دیگه بزنم. اقیم الصلات، کجای قرآن و روایات گفته الصلات واجبتون؟ مثلا کجای قرآن گفته الصلات واجبتون؟ نگفته. از کجا آیون حکم کشف میکنن که نماز واجب است؟ از اقیم الصلات. دوباره همین دو تا قیاس. صغرا اقیمو فعل امره، کبرا فعل امر ظهور در وجود داره، نتیجه اقیمو ظهور در وجود داره. دوباره نتیجه میشه قیاس صغرا قیاس دوم. اقیمو ظهور در وجود داره، این صغرا. کبرا از ظواهر و حجتون، نتیجه ظهور اقیمو در وجود حجت است. تمام شد. یه حکم شرعی استخراج شد، وجوب الصلات. پس چی شد آقا جان؟ برگردم سر بحثم. تعریف علم اصول چی شد؟ العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. علم به آماده شده برای استنباط حکم شرعی. بله این دو تا قاعده استنباط شده و آماده شده. این دو تا قاعده فرمودید؟ این دو تا قاعده تو علم اصول به شما یاد داده میشه. یک، صیغه هم ظهور داره وجود داره. دو، ظهور حجته. اینا رو در علم اصول شما فرا میگیرید. فرمودید؟ خب حالا آقای صدر رحمت الله علیه ایشون اشکال میکنن. چه اشکالی میکنن؟ بعد با این اشکال به تعریف مشهور اون وقت یه تعریف دیگری خودشون خلاصه بیان میکنن از علم اصول. یه تعریف دیگری رو ایشون میدن. ایشون اشکالشون اینه، یکی اشکالاتشون اینه که آقا این قید ممهده‌ای که در تعریف مشهور اصولیین از علم اصول هست گفتم یعنی چی؟ یعنی آماده شده به صیغه اسم مفعول ممهده. العلم به قواعدی که آماده شده برای استنباط حکم شرعی. ایشون اشکالش اینه که آقا این علم به قواعد آماده شده یعنی چی؟ یعنی یه جای دیگه توی علم دیگه آماده شدن؟ نخیر، علم اصول داره ما یاد میده صیغه امر ظهور در وجود داره.
علم اصول داره به ما یاد میده که ظواهر حجتن، قید ممهدن، یه قید بی خودیه. یعنی فرمودید این قید ممهدن در واقع داره به ما میگه که آقا قبلا یه مرحله قبلتر از علم اصول یه قواعدی نوشته شدن، آماده شدن، حالا توی یه علم دیگه فرض فرمایید علم اصول فقط اینا رو بیان خیر از فرمودید. لذا این قید ممهده خیلی قید اشتباهی. این اشکال اولشون. اشکال دومشون اینه که خب یکی میگه بیایم آقا قید ممهده رو حذف کنیم، بکنیمش العلم بالقواعد استنباط الحکم شرعی. ممهده رو بردار، این اشکال اول دیگه نباشه. دقیق فرمودید؟ ایشون میگه اشکال دومش اینه، میگه اگه قید ممهده رو برداری یه اشکالی بدتر از اشکال اول میاد. چرا؟ تو تعریف چی میشه؟ تعریف مشهور اصولیین چی میشه؟ میشه العلم بالقواعد لاستنباط الحکم الشرعی. لاستنباط الحکم الشرعی. ممهده رو حذف کنید. خب میدونید چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که علم به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی به کار میان. میدونی اشکالش چیه؟ تمام مسائل علم لغت، قواعد لغت، قواعد صرف، قواعد نحو، قواعد معانی بیان، قواعد منطق، همه قیاسا، اینا همه بفرمایید داخل علم اصول میشه و حالا که اینا خارج از علم اصول هست. قیاس متصدیش منطقه، دقت میکنید؟ مباحث صرف، خب صرف، نه دقت فرمودید؟ اگه شما قید ممهده رو برداری برای اینکه اشکال اول نباشه یه اشکال بزرگتری میاد. اشکال بزرگتر چیه؟ اشکال بزرگتر اینه که وقت بسیاری از مسائل سایر علوم مقدماتی، دقت فرمودید؟ اونا علوم مقدماتی هن برای فقه، علم لغت، صرف، نحو، اینا علم مقدماتی هن مثل اصول، ولی اونا هم دیگه میشن داخل در چون میشه علم به قواعدی که برای استنباط حکم شرعی به کار میبره، علم به اون قواعد هم به کار فرمودید؟ لذا مرحوم آقای صدر میگه والاجود تعریفه بانه العناصر المشترکه فی الاستنباط. تعریف بهتر احسن تعریف هم اینه دیگه، باید جامع و مانع باشه. اینجا در واقع مانع نیست. شما یه قید ممهده رو حذف بکنید مانع اغیار نیست، بلکه اغیار یعنی لغت، صرف، نحو، چه داخل این تعریف میشن. لذا مرحوم آقای صدر میگه این تعریف بهتره. که تعریفی؟ العلم بالعناصر المشترکه فی الاستنباط. علم به عناصر مشترکه در استنباط. دقت فرمودید؟ به ما یک عنصر مشترکه داریم، یه عنصر خاصه. دقت میکنید؟ ایشون چی رو میخواد بزنه؟ نه همین تعریفی که عرض کردم. ایشون چی رو میخواد بزنه؟ دقت فرمودید؟ میگه آقا ببین ما یه عنصر مشترکه داریم، یه عنصر خاصه داریم. عنصر مشترکه چیه؟ یعنی مربوط به مورد الف، مورد ب، مورد جیم. این نیست، مال همه جاست. الان این قاعده کلی صیغه امر ظهور در وجود دارد. بفرمایید مال ولیشهد جاری شد، در اقیم الصلاة جاری شد، در فحیو به احسن منها جاری شد. دقت فرمودید؟ عنصر مشترک است. قاعده از ظواهر و حجتون در اقیم الصلاة جاری شد، در ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین جاری شد.
و احسن منها جاری شد. دقت فرمودید چون میگه اینا اسمش عنصر مشترک است که هم در وجود داره ظواهر وجود، اینا مال همه جان، مال همه جان، برخلاف عناصر خاصه. فرض بفرمایید آقا تیممو، آیه شریفه چی میگه؟ تیممو سعیدن، سعید با صاد، تیممو سعیدن. خب تیممو فعل امره، دوباره همون صغراها، همون کبراها، همون قیاسا. تیممو دو تا قیاس، تیممو صیغه امره، کبرا صیغه امر ظهور در وجود داره. فرمودید پس تیممو ظهور در وجود داره. دوباره قیاس دوم، تیممو بفرمایید ظهور در وجود داره. کبرا ظواهر حجتن، نتیجه ظهور تیممو در وجود حجت است. تمام شده. خب اما شما خب طبق تعریف مشهور این سعید در علم لغت یه معنایی داره. دقت بکنید فقیه میره مثلا معنای سعید رو در میاره که مراد از سعید چیه؟ خاک. دقت میکنید سنگ چیه منتها این میشه عنصر خاصه. این که ما بریم علم لغت، صرف، نحو، معانی، اینا مال کلمه سعیده دیگه، عنصر مشترک نیست. این عنصر خاصه است. چرا میگه عنصر خاصه؟ چون لفظ سعید به کار رفته. شما مثلا پیدا میکنید که معناش چیه، لغتا به چه معناست ها. پس ببین ما یه عنصر مشترک داریم مال همه جاست. تیممو، اقیمو، فحیو، ولیشهد، اینا عنصر مشترکن. علم به این عناصر مشترکه در استنباط متصدیش علم اصوله، متصدیش علم. ولی علم به عناصر خاصه چی؟ نه چه دقت فرمودید. خب حالا چی میخوام؟ چرا آقای صدر این تعریف رو بیان کرد؟ شما اومدی غیر ممهده رو برداشتی، تعریف این شد العلم بالقواعد استنباط الحکم شرعی. علم به قواعد برای استنباط حکم شرعی. علم به قواعد برای استنباط حکم شرعی ممهده رو خب بفرما الان علم به لغت سعید هم میشود برای استنباط حکم شرعی. آیا این هم داخله در علم اصول؟ میگه نه. فرمودید علم به معنای لغوی سعید ولو در طریق استنباط حکم شرعی به کار میاد، ولی جزء مسائل علم اصول نیست، جزء مسائل علم لغته. لذا این میشه جزء عناصر خاصه، چون هر جا لفظ سعید بود اون وقت بحث در مورد لغتش میشه. دقت فرمودید؟ پس ولو فرض بفرمایید اونام قاعده هایی دارن، علم لغت قاعده داره چه داره، ولی اینا قاعده هایی هستن که مخصوص موردهای خاصن. هر جا این لفظ اومده. دقت فرمودید؟ بله ما بریم در علم لغت مثلا میبینیم معنای سعید چیه؟ مطلق تراب، مطلق خاک، هر نوع خاک. هر جا لفظ سعید بود این معنا به کارت. اگه سعید رو برداری سایر جاها که به کارت نمی، پس میشه عنصر خاصه. ولی همین معنای سعید طبق تعریف مشهور وقتی شما قید ممهده رو برداری میاد جزء مسائل علم اصول. لذا آقای صدر میگه بهتر اینه که بگیم العلم بالعناصر المشترکه بالاصطلاح در مقابل عناصر خاصه. دقت فرمودید؟ تا بگیم اینا دیگه از بحث علم اصول خارجن. تا یه استراحتی بکنید باقیش انشالله
جلسه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.